مدیتیشن امروزمون رو هم انجام بدیم و بریم سراغ فصل 7 از این کتاب ارزشمند، کتاب قدرت آگاهی، فصل بسیار بسیار مهم نگرش. خب توی یک وضعیت راحت بشین، هر طور که خودت احساس راحتی میکنی، روی زمین، روی مبل، هر جا که راحتی یک وضعیت آرام برای خودت پیدا بکن. بنشین روی زمین یا روی مبل و ستون فقراتت رو کاملا صاف و کشیده نگه دار. سرت رو در راستای ستون فقراتت، دستهات رو رها کن روی پاهات و چشمهات رو ببند. بدنت رو آرام کن. با چند تا دم و بازدم عمیق سعی کن که بدن رو در حالت آرامش قرار بدی. اگر که تنش و یا خستگی و یا فشاری تو قسمتی از بدن احساس میکنی، با چند تا دم و بازدم بدنت رو آرامتر و رهاتر کن. به وضعیت بدنت کاملا آگاه باش، از تاج سر تا نوک انگشتان پاها. به وضعیت پاهات آگاه باش. اگر روی زمین هستی یا روی مبل هستی هیچ فرق نمیکنه. پاهات رو کاملا رها کن. از لگن تا نوک انگشتان پا رو کاملا وانهاده آرام و رها کن. آگاه باش به وضعیت کمرت، به دنبالچه، به تک تک مهره ها، کل ستون فقراتت. کل فضای پشت بدنت رو یک پارچه ببین. پهلوها، روی بدن، کل فضای بالاتنه آرام و رها. آگاه باش به وضعیت سرشانه ها و دستهات. سرشانه هات رو آرام کن. دستهات رو آرام کن. آگاه باش به وضعیت دستهات. از سرشانه تا نوک انگشتان دستها رو ببین. در وانهادگی و آرامش دستها کاملا رها روی پاها قرار گرفتند. آگاه باش به وضعیت گردنت. به مهره ها و عضلات گردن آگاه باش. کاملا آرام و رهاشون کن و آگاهیت رو بیار به فضای سرت، پس سر، تاج سر، کل پوست سر رو یک پارچه ببین. کاملا رها و وانهادگی رو در فضای سرت احساس کن. کل فضای سر آرام و رهاست. آگاه باش به وضعیت صورتت. تک تک اجزای صورتت رو ببین. پوست صورتت رو یک پارچه ببین. پوست تمیز، سالم، شفاف و نورانی. احساس کن که فضای صورتت کاملا نورانی و شفافه. پوست صورتت کاملا باز و گشوده است. یک پارچه، صاف، بشاش و تازه. انرژی در کل فضای صورتت، در پوست صورتت، در تک تک اجزای صورتت به راحتی و به زیبایی جریان داره. کل فضای صورت و تک تک اجزای صورت در آرامش و رهایی. یک بار دیگه آگاه باش به کل بدنت، از تاج سر تا نوک انگشتان پا. کل وضعیت بدن رو آرام کن. ببین بدنت رو. بدن تو الان در این لحظه شاید کمی و شاید هم بیشتر آرامتر و رهاتر شده.
از این آرامشی که در فضای بدن جاریه لذت ببر و اجازه بده که جریان انرژی به زیبایی و به راحتی در کل بدن جاری باشه. بدون هیچ انسدادی انرژی به زیبایی و راحتی در کل بدن تو جاریه. بدن کاملا وانهاده و آرامه. در این لحظه آگاهیت رو بیار به فضای ذهنت. ببین در فضای ذهن تو الان در این لحظه چی میگذره. آیا فضای ذهنت هم آرام شده و یا نه؟ هر وضعیتی که هست فقط نگاهش کن. فقط به عنوان یک مشاهده‌گر شاهد فضای ذهنی خودت باش. شاهد افکارت. شاید فقط یک فکر در ذهن تو الان باشه. شاید هم ذهنت آرام باشه. شاید هم هیچ فکری تو فضای ذهنی تو الان نیست. شاید هم پر از افکار مختلف. هیچ فرقی نمیکنه. هر جور که هست فقط هست و تو فقط شاهد هستی. و وقتی که تمرین میکنی که شاهد فضای ذهنت باشی، فضای ذهن تو و افکار تو اگر شلوغ و در هم بر هم باشن، بعد از چند ثانیه و بعد از تمرین یواش یواش آرامش و خلوتی در فضای ذهن تو جاری میشه. از این فضای آرام، ساکت و خلوت در فضای ذهنت استفاده کن و در این لحظه یک خواسته، یک هدف، یک چیزی که برای تو خیلی مهمه تو فضای خالی ذهنت قرار بده و جوری احساسش کن که انگار در این لحظه اتفاق افتاده و تو همین لحظه اینجا داری تجربهش میکنی. چه احساسی داری؟ چه کسانی دور برت هستند؟ چه صداهایی میشنوی؟ چه عطری در فضا جریان داره؟ فقط شاهدش باش، احساسش کن و زندگیش کن و لذت ببر ازش. فضای ذهن و خواسته خودت رو رها کن و یک بار دیگه آگاه باش به دم و بازدم هات. 3 تا دم و بازدم عمیق، شکمی و آرام رو با هم تجربه میکنیم. دم میگیریم، شکم رو پر میکنیم، بازدم رها میکنیم. دم میگیریم از بینی، بازدم از بینی رها و دور آخر دم، بازدم. کف دست ها رو روی هم قرار بده. جلوی قفسه سینه به حالت نیایش نگه دار. تشکر میکنیم از تک تک سلول های بدنمون و از ذهنمون که با سکوت و آرامشش در این دقایق با ما همراهی کرد. خدا رو شکر میکنیم به خاطر این موقعیت که در اختیار ما داده شد که برای خودمون، برای بدنمون، برای ذهنمون و برای اهداف و خواسته های ارزشمند و مقدسمون وقت بذاریم. پروردگارا، شاکر و سپاسگزار و خوشحال هستیم که در پرتو لطف بیکرانت همواره آزاد و رها، شاد و سلامت، ثروتمند و سعادتمند هستیم. پروردگارا، سپاسگزاریم، سپاسگزاریم، سپاسگزاریم. یه دم بگیر و با بازدم آرام چشمات رو باز کن و خوش اومدی به این جلسه
هفتم از این کتاب بسیار بسیار ارزشمند، کتاب قدرت آگاهی. بریم ببینیم که تو این فصل چه پیامی برای ما داره. فصل هفتم، نگرش. آزمایش هایی که اخیراً توسط لارنس دانشگاه پرینستون و ایمز دانشگاه دارتموث در آزمایشگاه روانشناسی ایمز در هانوفر نیو همشایر انجام شده است نشان می‌دهد که آنچه هنگام نگاه کردن به چیزی می‌بینید بیشتر به تصوراتی که هنگام مشاهده آن می‌سازید بستگی دارد تا به خود آن چیزی که واقعاً وجود دارد. از آنجا که در واقع منظورش همون نگاه ناظره، اینکه تو به عنوان یک مشاهده‌گر وقتی که نگاه میکنی به یک پدیده، به یک شی، به هر چیزی، به یک شخص، حتی به یک شرایط بیرونی، به هر چیزی که تو نگاه میکنی، اون نوع نگاه توست که روی اون شرایط، شی و یا هر چیزی تأثیر میگذاره و اون برداشتی که تو در واقع در درون خودت داری اون رو میبینی تا حقیقت اون حالا چیزی که داری بهش نگاه میکنی. از آنجا که آنچه ما به عنوان دنیای واقعی فیزیکی باور داریم در حقیقت تنها یک دنیای فرضی است، تعجبی ندارد که این آزمایش ها نشان داده‌اند چیزی که به عنوان واقعیت صلب و ملموس به نظر میرسد در واقع نتیجه انتظارات یا تصورات است. تصورات شما نه تنها آنچه را که می‌بینید تعیین می‌کنند، بلکه اعمال شما را نیز شکل می‌دهند. تصورات شما نه تنها آنچه را که می‌بینید تعیین می‌کنند، بلکه اعمال شما را نیز شکل می‌دهند. شما بر اساس تصورات خودمون، بر اساس نگرش خودمون به یه چیزی نگاه میکنیم، یه برداشتی ازش داریم و بر اساس اون برداشتی که داریم حالا یه اقدام یا یه عکس‌العملی بهش نشون میدیم. زیرا آنها تمامی حرکات آگاهانه و ناخودآگاه شما را به سمت تحقق خودشان هدایت میکنند. بیش از یک قرن پیش این حقیقت به طور زیبا توسط ویلیام بلیک بیان شد. چنان که انسان باشد همان گونه می‌بیند، چنان که چشم شکل گرفته باشد توانایی آن همان است. یعنی هم نگرش انسان، باور انسان هر جوری که شکل گرفته باشه به هر چیزی که نگاه میکنه بر اساس همون باورهای درونی خودش از اون موضوع برداشت داره. خیلی وقتا پیش اومده در یک شرایط کاملا مشابه دو نفر آدم توی شرایط کاملا مشابه قرار گرفتن، هر کدومشون برداشت خودشون رو داشتن. چرا این اتفاق میفته؟ چون هر کدوم از این آدم ها یه سری باورهایی در درون خودشون دارن و بر اساس اون باورهای خودشون میان در واقع برداشت میکنن از اون موضوع. به خاطر همینه که یک شرایط کاملا مشابه و یکسانه ولی هر کس برداشت خودش رو داره. این بینش نشان میدهد که ادراک صرفاً دریافت منفعلانه داده‌های حسی نیست، بلکه یک تفسیر فعال است که تحت تأثیر چارچوب ذهنی ما شکل می‌گیرد. ماییم که مفهوم و معنا میدیم در واقع به اون در واقع حالا شرایط و یا اون اشیاء بیرونی. آزمایش‌های لارنس و ایمز ثابت می‌کنند که تصور چه آگاهانه باشد و چه ناخودآگاه مانند عدسی یا فیلتری عمل می‌کنند که از طریق آن دنیا را تفسیر می‌کنیم. تصورات ما نه تنها بر آنچه که می‌بینیم تأثیر می‌گذارند، بلکه بر آنچه که انجام می‌دهیم نیز تأثیر دارند و ما را به سمت نتایجی هدایت می‌کنند که با این پیش‌فرض‌ها هماهنگی دارند. به عبارت دیگر، نگرش یا وضعیت ذهنی درونی ما عاملی قدرتمند در تعیین واقعیت بیرونی ماست. این مفهوم پیامدهای عمیقی برای رشد فردی به همراه دارد. یعنی چون همه چی وابسته به اون نگرش های درونی ماست،
پس این خیلی مهمه. یعنی اگر ما این موضوع رو درک بکنیم دیگه کاری با شرایط بیرون و نمیدونم آدم‌های دور و برمون و اینها نداریم. یعنی سعی نمی‌کنیم که چیزی رو در دنیای بیرون تغییر بدیم یا کسی رو که داریم باهاش زندگی می‌کنیم تغییرش بدیم. به جاش تمام تمرکزمون رو می‌ذاریم روی خودمون و متوجه میشیم که اون تنها کاری که ما باید انجام بدیم همون بحث کار برخیشتن یا رشد فردی یا توسعه فردی، حالا هر اسمی که شما می‌ذارید روش، فقط تنها کاری که ما باید انجام بدیم کار کردن رو خودمونه. ما اگر که اون از درون تغییر بکنیم، از درون اون باورهای خودمون رو روش کار بکنیم و تغییرش بدیم، نگرش ما به آدم‌ها، شرایط و اتفاقهای بیرونی متفاوت میشه. بنابراین پاسخ‌ها هم متفاوت خواهد بود. امرسون بیش از 1 قرن پیش این مفهوم را اینگونه بیان می‌کند: جهان برای خداوند نرم و انعطاف پذیر است و به همان اندازه که ما ویژگی‌های الهی را در خود بپذیریم، جهان نیز برای ما انعطاف پذیر می‌شود. اما برای کسانی که در جهل و گناه هستند، جهان سخت و غیر قابل تغییر است. هرچه فرد ویژگی‌های الهی بیشتری در درون خود داشته باشد، جهان بیشتر مطابق با او تغییر می‌کند. ماهیت جهان ماهیت تغییره. یعنی به قول معروف، من نمیدونم حالا این حرف از کدوم بزرگه، تنها چیزی که تغییر نمی‌کنه تغییره. یعنی همه چیز دائما در حال تغییره. اگر که ما اون ویژگی‌های الهی و اون در واقع همراه شدن، همسو شدن با این ویژگی‌ها رو، با این پذیرش رو در درون خودمون ایجاد کرده باشیم و بپذیریم که همه چیز دائما در حال تغییره و ما هستیم که باید متناسب با این تغییرات خودمون رو هماهنگ بکنیم، اون موقع همه چی برای ما آسان، شیرین، دلپذیر و انعطاف پذیر بشه. سعی کنیم که انعطاف خودمون رو بیشتر بکنیم. فرضیات شما مانند دستان خداوند هستند که واقعیت را به شکلی که تصور می‌کنید شکل می‌دهند. وقتی فرض می‌کنید که خواسته تان محقق شده است، این فرض شما را به راحتی از موانعی که مدت‌ها درگیر آن بوده اید عبور می‌دهد. این کار ذهن شما را به پیشبینی و درک عمیق از آینده می‌رساند. بذارین یه بار دیگه این پاراگراف رو بخونم. فرضیات شما مانند دستان خداوند هستند که واقعیت را به شکلی که تصور می‌کنید شکل می‌دهند. وقتی فرض می‌کنید که خواسته تان محقق شده است، این فرض شما را به راحتی از موانعی که مدت‌ها درگیر آن بوده اید، یعنی موانعی که سعی می‌کردی به قول معروف دست و پا می‌زدی که یه جور رفعش بکنی، حلش بکنی، نمیدونی چه جوری، ولی ازش عبور می‌کنی. چرا؟ چون دیگه رفتی، چون در واقع اون خواسته خودت رو محقق شده تصورش کردی و پذیرفتیش که این اتفاق افتاده، بس قاعدتا از اون موانع هم پس عبور کردی که اون اتفاق افتاده دیگه. و وقتی که این کار رو انجام میدی، میگه ذهن شما به پیشبینی و درک عمیق از آینده میرسه. اگر بتوانید تخیل خود را کنترل کنید و توجه عمیقی به خواسته هایتان داشته باشید، می توانید مطمئن باشید که زندگی شما همانطور که می خواهید تغییر خواهد کرد. ببین خیلی مهمه اینجا، میگه اگه بتونید تخیل خودتون رو کنترل کنید و توجه عمیق بر خواسته هاتون داشته باشید. ما بیشتر مشکلی که آدم ها دارن اینه که یعنی ذهن، این بازیگوشی ذهن دیگه ناخودآگاه میپردازه به اون واقعیت‌های الان زندگی که الان مثلا این مانع وجود داره، این شرایط، اینجوریه، مثلا زندگی من الان شرایطش اینه. خب چطور ممکن؟ چون ما همیشه درگیر چگونگی میشیم، به خاطر همین این کار رو سخت میکنه. ولی میگه اگر بتونی ذهن خودت رو، تخیل خودت رو کنترل بکنی و به جای اینکه هر جا که میاد درگیر چگونگی میشه، هر جا که ذهنتون میره گیر میده به اینکه خب حالا چجوری، اینکه اصلا الان اینجوریه، الان که مثلا این شرایطه، الان که نمیدونم مثلا نمیخوام حالا اسم بذارم روی شرایطی که مختلفی که هر کسی داره تجربه میکنه الان توی زندگیش، کار ندارم.
ولی مثلا میگه الان که اینجوریه فلانه، چجوری مثلا ممکنه این خواسته اتفاق بیفته. ولی میگه اگه بتونی این تخیلتو کنترل بکنی و به جای اینکه بپردازی به چگونگی، به اینکه اون خواسته محقق شده و اون رو محقق شده ببینی و تصورش بکنی، اون موقع میگه میتونی مطمئن باشی که زندگی شما همونطور که میخوای تغییر خواهد کرد. فرضیات شما همان چیزی را به زندگیتان میآورند که باور دارید. ویلیام بلیک گفته است هر چیزی که به نظر میرسد برای کسانی که این گونه فکر میکنند واقعیت دارد. این همان حقیقتی است که در کتاب مقدس نیز آمده. هیچ چیز به خودی خود ناپاک نیست، اما برای کسی که آن را ناپاک میپندارد ناپاک خواهد بود. رومیان. این در واقع میگه باز به نگرش ما بستگی داره. میگه تو اگر این شیء رو نمیده، حالا این چیز دیگه یه در واقع حالا تمثیله که میگه اگر تو یه چیزی رو ناپاک ببینی اون واقعا ناپاکه، ولی اگر تو اون رو تمیز ببینی همش برمیگرده به نگاه ما. مثلا فرض کن که شما نسبت به یه آدمی تصورتون اینه که این آدم خیلی آدم مهربون و دوست داشتنیه. خب فرض کن که دوست تو دقیقاً نسبت به همون آدم یه نگاه دیگه ای داره، مثلا میگه که نه این خیلی آدمه مثلا فرض کن خودخواهیه، خیلی آدمیه که اصلا راه نمیاد نمیدونم فلان، یعنی نوع. ولی چرا این اتفاق میفته؟ چون شما بر اساس نگاه خودت داری نگاه میکنی به اون شخص و یا حالا تجربه‌ای که از گذشته داشتی، رابطه‌ای که از گذشته باهاش داشتی و درکی که ازش کردی این بوده که اون آدم مهربونیه. ولی دوست تو بر اساس حالا تجربه‌های گذشته خودش شاید تو رابطه با این آدم یا آدم‌های دیگه یه نگرش دیگه این نسبت به این آدم داره. پس این ربطی به اون آدمه نداره. اون آدمه در عین حال میتونه مهربون باشه، میتونه خودخواه باشه. این تو وجود همه ما هست دیگه. همه چیز در وجود همه انسان‌ها وجود داره. این فقط ما هستیم که با توجه به اون نگاه ناظر، اون چیزی که از خودمون بروز میدیم متفاوت میشه. از آنجا که هیچ چیزی به خودی خود بد یا خوب نیست، بهتر است همیشه بهترین ها را تصور کنید و به چیزهای زیبا و مثبت فکر کنید. اگر به انسانها یا شرایط منفی نگاه کنید و آنها را بد تصور کنید، این نشان دهنده ناآگاهی از این قانون است. پس میگه بیا نگرشتو درست کن، کار نداشته باش که الکی برچسب نزن به این آدمه یا به این شرایطه. خب بیا خودت نگاه خود، وقتی که این قانون رو یاد گرفتی چرا پس حالا ازش به درستی استفاده نکنیم؟ چرا نیاییم به همه چی برچسب خوب و مثبت بزنیم؟ دیدگاه و فرضیات شما واقعیت زندگیتان را می سازد. بنابراین همیشه فرض کنید که بهترین اتفاقات برای شما و دیگران رخ می دهد و ذهن خود را بر چیزهای مثبت و سازنده متمرکز کنید. رابطه خاص شما با یک فرد دیگر بر فرضیات و برداشت‌های شما درباره او تأثیر می‌گذارد و باعث می‌شود در او همان چیزی را ببینید که انتظار دارید. اگر بتوانید نظر خود را درباره آن فرد تغییر دهید، پس چیزی که اکنون درباره او باور دارید نمی‌تواند حقیقت مطلق باشد، بلکه تنها یک حقیقت نسبی است. واقعا این من خیلی وقتا اینو از عزیزانی که دارن کار برخیشتن انجام میدن توی جلسات به صورت مداوم شرکت میکنن و این به خودشون متعهد شدن که این کار برخیشتن رو انجام بدن. واقعا این رو ما خیلی شنیدیم. یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفتش که من واقعا نمیدونم چه اتفاقی افتاده. من خب زندگی من همون زندگی قبلی، همون همسر، همون بچه ها داریم زندگی میکنیم، ولی الان میگه وقتی که من از زمانی که خودم از درون تغییر کردم، شروع کردم کار برخیشتن انجام دادن، رو خودم کار کردم و تغییر در درون من اتفاق افتاد، همسر من تغییر کرد، فرزندان من تغییر کردن، شرایط زندگی من تغییر کرد، در صورتی که میگفت من قبل از اون خیلی تلاش میکردم که همه اینها رو عوض بکنم و روشون تأثیر بذارم و تغییرشون بدم، ولی هیچ وقت هیچ اتفاقی نمیافتاد. ولی زمانی که یاد گرفتم که رو خودم کار بکنم دیگه کاری با اونا نداشتم، ولی وقتی که این تغییر در درون من اتفاق افتاد اونها هم خود به خود تغییر کردن بدون اینکه من دیگه زور زده باشم یا تلاشی کرده باشم که بخوام اونها رو تغییر بدم.
نمونه زیر یک مثال واقعی از نحوه عملکرد قانون فرضیه را نشان می‌دهد. روزی یک طراح لباس داستان مشکلاتش را در همکاری با یک تهیه کننده مشهور تئاتر برای من تعریف کرد. او باور داشت که این تهیه کننده به طور ناعادلانه از بهترین کارهای او انتقاد می‌کند و آنها را رد می‌کند. به نظر او این تهیه کننده عمدن با او رفتار بی‌ادبانه و غیر منصفانه‌ای داشت. بعد از شنیدن صحبت‌های او برایش توضیح دادم که اگر او این تهیه کننده را بی‌ادب و غیر منصف می‌بیند، این نشانه قطعی از یک نقص در خود اوست. مشکل واقعی خود او بود، نه تهیه کننده. دیدگاه و فرضیات منفی او باعث می‌شد که این رفتارها را تجربه کند. بازم نگاه ناظر، نگاه این شخص به اون تهیه کننده در واقع یک نگاه منفی بوده و اون هم داشته به این نگاه منفی این پاسخ میداده که باعث میشد او در تولید کننده چیزی ببیند که خودش در ذهنش فرض کرده بود. به او گفتم که اگر او دیگران را بی‌ادب و ناعادل می‌بیند، این نشان دهنده کمبود روانی اوست و مشکل واقعی نه در تولید کننده بلکه در خودش است. او نیاز به نگرش جدیدی داشت. به او گفتم که قدرت قانون فرضیه و کاربرد عملی آن تنها از طریق تجربه قابل درک است. فقط زمانی که فرض کند شرایط دقیقاً همانطور است که می‌خواهد، می‌تواند ثابت کند که قادر به ایجاد تغییرات مورد نظرش است. به او توضیح دادم که رفتار رئیسش تنها بازتابی از باورهای ذهنی خودش است. تهیه کننده با رفتارهایش به او نشان می‌دهد که چه تصویری از او در ذهن دارد. به او پیشنهاد دادم که احتمالاً در ذهن خود با تهیه کننده صحبت می‌کند و این گفتگوها پر از انتقاد و سرزنش هستند. بدون شک او در ذهنش مشغول مجادله با تهیه کننده بود، زیرا دیگران فقط همان چیزهایی را به ما باز می‌گردانند که به طور مخفیانه در ذهن خود به آنها می‌گوییم. از او پرسیدم آیا این درست است که در ذهنش با تهیه کننده صحبت می‌کند و اگر چنین است این گفتگوها شامل چه چیزهایی می‌شود؟ آیا ذهن او پر از افکار منفی، انتقاد و شکایت است؟ اگر چنین باشد این افکار منفی در دنیای واقعی بازتاب پیدا می‌کنند. او اعتراف کرد که هر روز صبح در راه تئاتر در ذهنش با تولید کننده صحبت می‌کند و تمام انتقادها و افکار منفی خود را با شدتی بیان می‌کرد که هرگز جرأت نمی‌کرد در واقعیت به او بگوید. شدت و نیروی این بحث‌های ذهنی به طور خودکار رفتار تولید کننده را نسبت به او شکل داده بود. او شروع به درک این موضوع کرد که همه ما گفتگوهای ذهنی داریم، اما متاسفانه در اکثر مواقع این گفتگوها پر از بحث و جدل هستند. کافی است به عابران پیاده در خیابان نگاه کنیم تا این واقعیت را مشاهده کنیم. بسیاری از مردم در ذهنشان به گفتگوهای درونی مشغول هستند و به ندرت خوشحال به نظر می‌رسند. شدت احساسات آنها به طور اجتناب ناپذیری آنها را به سوی اتفاقات ناخوشایندی که خود در ذهنشان خلق کرده اند هدایت می‌کنند. خیلی وقتا اینو فکر کنم توی کتاب نیروی حال آقای اکهارت توله میگفت، خیلی وقتا ما آدمایی رو می‌بینیم که مثلا با خودشون صحبت میکنن، مثلا فکر میکنیم خب این آدمای خلوچلی هستن که دارن با خودشون صحبت میکنن، ولی نمیدونیم، واقف نیستیم به این موضوع که خود ما هم دقیقا همین اتفاق داره در درون ما میفته. دائم تو ذهن خودمون داریم با آدما حرف میزنیم، پیش داریم شرایط رو رقم میزنیم، نمیدونم بحث و جدل میکنیم یا حالا هر چیز دیگه. دقیقاً میگه اینجا هم داره همینو میگه دیگه، میگه این شخص هم داشته تو ذهن خودش اون رو میساخته و اونجا میرفته، تو واقعیت هم اتفاق میفته دیگه، کاملا طبیعیه. باید با آن مواجه شوند. وقتی او متوجه شد که چه کار اشتباهی انجام میداد، پذیرفت که نگرش خود را تغییر دهد و این قانون را با وفاداری به کار ببندد. او تصمیم گرفت فرض کند که کارش بسیار رضایت بخش است و رابطه اش با تهیه کننده بسیار خوب و دوستانه است.
برای این کار او توافق کرد که هر شب قبل از خواب در مسیر رفتن به کار و در طول روز تصور کند که تهیه کننده از طراحی‌های زیبای او تعریف می‌کند و او نیز بابت این تحسین و مهربانی از او تشکر می‌کند. به زودی و با خوشحالی فراوان او متوجه شد که نگرش خودش علت تمام اتفاقاتی بود که برایش رخ می‌داد. رفتار تهیه کننده به طرز معجزه آسایی تغییر کرد. نگرش او انعکاسی از تغییر نگرش این طراح بود. با تصور جدید رفتار تهیه کننده هم مانند همیشه دیدگاه تغییر یافته او را بازتاب داد. آنچه او انجام داد به لطف قدرت تخیلش بود. تصور مداوم و مثبت او بر رفتار تهیه کننده تأثیر گذاشت و نگرش او را نسبت به خود تغییر داد. با استفاده از قدرت تخیل کنترل شده و همراه با خواسته‌ای روشن او به آینده‌ای سفر کرد که خود برایش از پیش تعیین کرده بود. بنابراین می‌بینیم که این واقعیت‌های بیرونی نیستند که زندگی ما را شکل می‌دهند، بلکه آنچه در تخیل خود می‌سازیم مسیر زندگی ما را تعیین می‌کند. بیشتر مشکلات روزمره به این دلیل رخ می‌دهند که نمی‌توانیم از قدرت تخیل برای دیدن حقیقت و برطرف کردن نقص‌های خود استفاده کنیم. شاید حتی بدتر بر علیه خودمون داریم استفاده می‌کنیم. کسانی که بیش از حد به واقعیت‌های ظاهری وابسته‌اند در دنیایی خیالی زندگی می‌کنند. خیلی قشنگه ها. کسانی که بیش از حد به واقعیت‌های ظاهری وابسته‌اند در دنیایی خیالی زندگی می‌کنند. همانطور که این طراح با تغییر ذهنیت خود موفق شد زندگیش را تغییر دهد، ما نیز می‌توانیم با استفاده از تخیل واقعیت دلخواه خود را بسازیم. توضیح اضافه مترجم. این تجربه به او ثابت کرد که نگرش درونی و فرضیات او نیروی قدرتمندی در شکل دهی به واقعیت بیرونیش داشتند. او فهمید که جهان بیرونی چیزی جز انعکاس باورها و تصورات درونی ما نیست. هنگامی که او نگرش خود را تغییر داد و شروع به فرض بهترین حالتها کرد، جهان اطرافش به سرعت با این تغییرات همسو شد. این تغییر برای او یک کشف عمیق بود. اگر ما قانون فرضیه را به طور وفادارانه عمل کنیم و به طور آگاهانه به جای افکار منفی، افکار مثبت و سازنده را جایگزین کنیم، می توانیم به طور فعالانه تجربه های زندگیمان را شکل دهیم و به نتایج مطلوبی دست یابیم. آمین که این چنین باشد. با تخیل کنترل شده این طراح تغییرات ظریفی در ذهن رئیس خود ایجاد کرد. به همین ترتیب ما نیز می توانیم با کنترل تخیل و هدایت عاقلانه احساسات خود مشکلاتمان را حل کنیم. با شدت تخیل و احساس خود این طراح تأثیری جادویی بر ذهن تهیه کننده گذاشت و باعث شد که او تصور کند تعریف و تمجیدهایش از خودش نشأت گرفته است. در حقیقت بسیاری از افکار پیچیده و اصیل ما تحت تأثیر دیگران شکل می‌گیرند. ما هرگز نمی‌توانیم مطمئن باشیم که این تغییرات ظریف در ذهن دیگران توسط زنی که در حال کوبیدن انگور در خانه شرابسازی بود آغاز نشده باشد، یا اینکه این شور و اشتیاق در ذهن یک پسر چوپان آغاز نشده باشد. پسری که چشمانش برای لحظه از درخشش آن فکر روشن شد و سپس آن فکر راه خود را ادامه داد. ویلیام باتلر ییتس. خیلی سخت بود اسمش آخرش. خیلی متشکرم از اینکه همراه هم بودین توی این فصل بسیار بسیار ارزشمند، فصل مهم نگرش. واقعا یاد بگیریم از این به بعد نگاه خودمون رو تغییر بدیم، به جای اینکه بخوایم زور بزنیم شرایط، آدم‌ها، اتفاقات بیرونی رو تغییر بدیم، نگاه خودمون رو تغییر بدیم. بیایم در تصورات خودمون، در تخیلات خودمون، حتی اگر شرایط و اتفاقات آدم‌های دور برمون الان مطابق میل ما نیستن،
و یا مطابق میل ما رفتار نمی‌کنن یا رفتاری دارن که شما دوستش ندارین، بیایم در تخیل خودمون به جای اینکه با اونها جنگ بکنیم، با اون آدمه، با اون شرایطه، به جای اینکه باهاش جنگ بکنیم، بیایم نوع نگاهمون رو تغییر بدیم، یه رابطه دوستانه در ذهن خودمون، در تخیل خودمون بسازیم و ارتباط خودمون رو با آدم‌ها و شرایط بهتر بکنیم در تصورات خودمون. مطمئن باشیم که در دنیای بیرون هم قطعاً بازتاب خواهد داشت. متشکرم. روزتون و شبتون عالی. فعلا.